салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир. Зиндаву сарбуланд бошен, бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакову нуверакои қанди бобош. Зиндаву сарбаланд бошен. Бо шумо ҳастум, бобои блогер ҳоҷи Муҳаммад. бобо баромад. Нав як видео партофтум дар омӯзиши ютуб барои ҳавзову павлонио кирмаков. Бидурен тамошо кинед. Я лайкчакамоне. барои ма блогерам ку барои лайк гап мезанам кофи. Блогерам охи ма. کار نمی‌کنم خاطرتون جمع تا بهار کار نمی‌کنم تا بهار میشینم قطعی گام میزنم و یک مراجعت دارم با حاجی بابا جان 88 تا که دیگه من خب نگو تو من دیگه نگو که خب کو من خب نمیکنم اکو فهمیدی 18 دهه باباش دعا بکو گوش بکو اکو من در پسیو بلندی های زندگی کمتر دکه خوردگی هستم. پسیو بلندی هاشم یوتیوب به حد نهایت پسیو بلندی های نهایت بزرگ داشته یوتیوب. یکی از آن پسیو بلندی هایی که من یک گپ زدم یکم گپم برای تاج مسلم گپ زدم که تو چی کتگی میکنی اچکیو تا بگی به اچی گپ زدم قدی بابا کتگی داری که اولیاء نوار رویم کردن گفتن که تاج مسلم چشمش اپیراسیون کردگی برای هوای اچکی میمونه یعنی عینک میمونه خجالت زده شدم باور که بخشیشم پرسیدم ای تاج مسلم دویم پستی های یوتیوب این است که محمد یوسفی بچخونی من بچخونم فایرادم که رفتیم مجاده فقط و فقط یک سوال بود که آیا همین تاکسی رو که ماشین شخصی خریدم من گفتم که تاکسی نیستن ماشین شخصی خریدگی خرید اینا پول چیوش تخ پاسپورتوش شما مردمی تماشابین لایک نمیمونین و تماشا میکنین معنای گپ نمیفهمی من رفتم همین گپ من ابراد نگرفتم که تاکسی نبوده چی میگین شما چی میگه گپ داره 901 04 31 75 واتساپ голос روی کنی голос رو من میدونی تا голос رو نخونم تیور نکنم دیگه ویدیو نمیکنم همش میخونم تیور میکنم голос روی کنی که پراموی نمیشه او یا خونه دا عادل میگه مسوید جنورش ده چیز دقیقاتی چیو گام میزنه او گاب زنم مگرم خیلی وقت پاتیساس کرده وای بابوش قتی میخواد گاب زنم مگرم گاب زنم قچون خوی فعلی بابوت همه کامنتاریاتون رو میخونم نمیشه رنگی جهانگیر رستم شاه یکی به وای کانال شکشته چون کانال کشتی کانال نکش ما پروانه میکنیم هزاران کارون رفتند داو خیلی چی میگه اخی برادرانه کی قدی جون دوستشون میدارم خب بیا رشته سخنه تماما دراز نمیکنم یا که برای کل تاجیک گفته زن یک والله قسم پیشین زنگ زده که من 100 چند هزار روبل چیه انا دیجودم کل تاجیک تو شناسی تو ای برا قضیه خودش گفتن با کل تاجیک و ایراسیه ده ایجاد بسیار از بردورا امروز ما رفته 10 آدم اومده که پلی ما ایجاده ای کاری ما ایجاده میگه برا حکومت دبته برا امنیت چی میگن کارهای داخلی دبته وقتی میگه بیا بین خدمت حل کنیم و حل کیسه وای اول کارو بسیار چی میگن شما کی چی میگن کمیته رو مینویسن او کامپیوتر ننویسه کامپیوتر خوب نویسه این روز من یک مراجعه دارم با یک بلوگر باشه نمیدونم کی باشه بلوگر چیه میدونی برای چی اینترسواتش کیسه وای بلوگر نیست با فکر دیگه کانالو داد نوروش پرفتیسه احمد جان قند بابوش ریش خشرو بچه بازه بی خشرو تاجیک اصیله خواندگی ملای چی bu بلوگری کیسه چیکو کیسه اکنون نمیدونم کی احمد جان قند باباش السلام علیکم کناغزی تنجی سوزی سلامتیت خوبه من بچه حاجی دودر جان حاجی محمد جان اوتای بابا جان بابی احمد جان هستم فهمیدی دوستت میدارم ترا
برای که همنامی نواسمی تو یگم خیلی کرده یا مفتی زنگ زده ایت کی مفتی مولو امام اسماعیل زنگ زده ایت دا زنگ زده گفته که احمد جون چی گپه ما چی تا کای میسپرم تو رفتی یا نوار کردی خیلی تماشا کردی با اومدی با ایجا با گفتی ترسوندنم بچه تو ترسیدی احمد جون نواسای قاندی بابوش ترسیدی والله قسم انا می بابا تکو автомат انا میخواد موندگی میپروندنش 4 بار پاپیتکا کردن автомат 4 بار پاپیتکا کردن روزم بود نشید تو ملو میدونی روزم بود نشید نپروندنم دازمی خوام کرده автомат همین پشت من خیلی جخیدن کو اولم استمرام مونجاش پایش موندگی هم خیلی دازمی جخیدنم بو خیزوندن هوچم کردن تو بعد ترسیدی نخو یا تلفن قدی بو ترسید خیلی ابراشیانی کنی هم برای تعلق من خیلی میرم من او کیا گام میزنه خیلی گام و نومرد خیلی گام میزنه یا کسا کراجات میکنه اینو بیام کسی گا تو نمیدونم خیلی که تو ملوی یا کی بلوگری من نمیدونم ملو باشی خیلی خیلی نصیحت که نه که من چی گفتنی هستم تو را برادری قاندم شناس شده مخیا بابی احمد جون بابی احمد جون بچم بابا جون اوتام دودر جون خودم احمد جون فهمیدین برادران قاندم فهمیدین نه که همتون دوست می‌دارم بعد نصیحت میکنیم یوش بده 28 ساله بده یعنی نصیحت میکنیم که گیجوی که رفتی ای پای صلح دوستی آرامی تنجی و برادری سخن که یک طرفه حل نکن دیدم که رفتید فقط وای کردی او مفتی سمالینسک اخی بابا جون دا باید زنگ میزد یا تاج مسلم دا زنگ میزد یا که اون کسی دا زنگ میزد کمیسیای مصالحه ملی و رفتی خشون نباشه وای که هم مرا قوی دوی که بسیار چهره زیبا داری علم هم داری و چه گپای بزنی قبیح گپ میزنی وقتی گپ زنی من هم یه خیلی محترم میگم که جون مرد میگم دیگه حقارت نمیکنم دشمن تو میگو رجعت کن نمیسرو کنی میچکو که برو رازبور شی کی تو خب ملو رازبور شی ملو ارو آیت حدیث گپ میزنه توکلش به خدا زیق نشه ما قد جون دوست میدارم و یک خاطرسون کردم با همه بلاگرها با همه مردم سربلند تاجیکستان عزیزم یک مولای بختری میگه که در انمی جاده میگه پورا یک گوشت پورا همو اگر سیاش در میگیره ختم گفتی حدیثه نه که بسیار زیبا میگه دملو مولای بختری میگه که در همین سینه میگه در همین سینه اگر خوک مردگی باشه اگر سگ مردگی باشه اگر شما نفرت داشته باشید با شما هم خیلی گپ خبرو میکنه دل ما باید صاف باشه احسن نام به نام عمود مولای بختری گپ شقای دل ما باید صاف باشه هر کجا که قدم ماندیم باید ای صلح و صلاح ای آشتی ای برادری و یکدیگر فهمی باید سخن کنیم تو کمتر تو بابا بلا را نمیدونه صیف 8 خونده دشوار تربیت کلان شدگی های فهمیدی نه که هم کار کردگیم کی هم تو هم بلاگر شدن کار میکردم کار را میکنیم انشالله اگه بسیارتر کار و فعالیت در چی دار در یوتیوب دارم زنده باشین زنده و سربلند باشی دملو جان تو مثال علمم داری و هم داری احسن به تو نه که همین نصیحت دایم که هر جا رفتی برای صلح برای آشتی برای یک طرفه حل نکن باقی بایی چی گفتن هستم بابا جان من تاج مسلم در رفتم گپ ما گرفتم محمد یوسف در رفتم گفتم گپ ما گرفتم بابا جان میدونی ما چی گفته بابا جان گوجیگر گفته ما در ویدیوم تماشا کنین گوجیگر گفته چون ما را حقارت و دشنام میتیان چون هم وای میکنن بچه خدا صبرتون بتیه صبر که بابا جان داره یگام کس نداره منم خیلی صبر ندارم حقیقتا حرکت من صبر کنم چقدر دشنام و حقارت ها برای چیه ما یک مثال میبیارم شما را برادران قاندم ما چیت زواد کرده میشه هدان نشه بابا جون هدان نشه برای ما چیت زواد کردن ما چیت از زواد میکنی با گام میاد گام میزنه اون نامحترما که دیلاشون گفتیم دملو بختری دیلاشون وای کو با میان گام میزنه ما چیت هدان نشه برای زواد کردن بابا میگه ما چیت من رفتم هم گیر بعد ترتیب رفتم گیره تاجیکستان دا نگاه که تاجیکستان اینم چند گراد گرم خنک شده هیچ که کار نمیکنه اونجا میدونی چند خنکیه برادران قاندم بابا جون ما ویدیو کردم گوجیگر گفتم هم مواد حقارت وای کرده سن اول ما میرم که همین گپ ما
گوجیگر بدارش تاسیق میکنم یا تاسیق نمیکنم صبر کنین بابات گپ زنا باباتون گپ زنا بابای بلاگر گپ زنا برادران قدم همه قتی گپ میزنن و نخو برای جنگ اوکراین سه پرزیدنتی چیدا گپ زدم شما قتی گپ زدن تونو چی میگه برای برادران قدم بیا مزیق میگن که وای عصبی نه اخی قهر میکنه آدم اخی روشا در قالیستون سفید کردم داریم تاجیکستان عزیز سفید کردم ما گرچه خوندگیرم نباشم چنان پستی و بلندی های زندگی رو به شما نقل میکنیم که خب با میدونیش والله قسم میخورم که یک برادر کتی بیا نومشا نگیرم پگاش ایدی خربون های ماشین دا سوار شدیم رفتیم در طرف کوهستان رفتیم میروم مسجد میروم اگر او را بینی که میگوی вообще خلیگان вообще میگوی نماز نمیخونه کپکا موندگی هم خیلی موندگی رازبورشکا گام میزنه نه بیزنسمن تایم وای من گام میزنه و خیلی باید مسجد بگه که برام یک جون مسجد نماز بخونم وای همین مسجد جدا رفتیم والله قسم میریم مسجد پگا ایده که میریم مسجد نماز میخونیم مسجد جمعه خونی کلان داده هم خیلی مسجد کلان داده میخونه با میبروی اسم میگه همین متوالی مسجد کیه همین نگاه بینی که مسجد کیه با یکی هم جای آدمی به میگه که مایم میگه تی میگه که هو مایم متوالی مسجد مایم هم مسجد نگاه بین متصدی مسجد مایم میگه که کشلوک شرط دلار میبره چند قد دلاره که نمیدونم دلار میبره میگه ما همین دلار میگیره میگه که ای زکاتی مالی مای تو وقتی که نماز خونم مسلمان باشی میدونی با کی برسونی هو میگه با کمبغل نمیسون شید تمام دودم خداوند شاهد میریم میگه اینومی کی اینومی یک مسلمان یک بنده خدا بگو چون من نومی منه والله قسم گفتم ترا والله قسم گفتم دلار میبرم اتیا همو آدم ممکن مرا گوش کنه رفیق نه جمعه با میزنه میریم با همین نمازی پیشین اگر یه خونیم نمازی همین عصر دیت منطقه دیگه میرم مسجدش میرم مسجد قریب نیم ساعت مسجد میکنم میدونم جدا نماز میخونم همه میره میگم معزین متولی متصدی مسجد میایم جدا میگه شش دلار میده ماه میگه دلار چیه میگه دلار با صاحبش برسون زکاتی مول مای میگه اینو میگه نخود بپرسی اینو میگه اینو یا بنده خدا والله قسم میگم پام بالا میگورای همین خیلی چند مسجد سر کرد گفتم که نمیشه آخی قشمون ابتی گفت که چطور درست نیست گفتم این برآورده دوده است برای گفت چطور درست نیست اینم چی قسم بخیرم آخی بردم خیلی دو ایده با کردیم دوجه خیلی قصه بسیار دارم شما بسیار کرونا ویروس که نمیمونه نخی قصه را کنیم قصه زندگی پسی بلندی و زندگی رو بزنیم شما برادران قندم خیر کردین در مسجد چیخه با عقلی خیر حقارت میکنین مهاجر محترم خیر کردی ایدست میگه نبینا کیم خیلی ملو میگم و خیر کردی با عقل حقارت پلی مسجد تا گیجو کردی تو پلی گیجو رو نمیسرو کردی تو پلی چی حقارت بابا جون خیلی گمان ای حمد گناهی بد گمانی بدای گمانی بد نکنین اخی و چی گمانی میمونم مسجد بسپورا احسن با اون مرد که حقارت میکنه دشنون میته صبر دوره وای صبر داره مرا همین قگو که ویدیو نکرد که ویدیوش میکنم من نمیدونم مرا والله قسم ویدیو گفت مدکو کرمک لویا که کارا تراکتور کنه بابات گام میزنه در پسی بلندی های زندگی اکید دو روزم برای این رولی که من 14 مینوت چیزا که بوم رفتم بگیرم نکی چی گفتنی هستم برادرای قندم بیا نکنین خیلی کارا گمونی بد نکنه گمونی نکنه همین گمونی نکنه شما کو همین دهانتون شکر بریزه کو قند بریزه کو اصل بریزه خو چی در تو رقورات جهانگیر شو میگه که کشتم تلفن نه کامپیوتر رو کشتم من نمیکشم چقدر حقارت کنی خدا با خدا مسپارم خود شو خیلی میکنه همون ماشیتا همون سمالنسک کیه همون میدونه در تمام دنیا و آوازش بابا جان اشتاد همون زنگ زن اخی تو با خفه نشه احمد جون نواسای قند من خفه نشه فقط والله قسم برای دوستی و برادری و تاجیک نامش برداشتن پس کردن نیسته بعد یک مثلا یک بار گفتی دو بار گفتی سه بار گفتی قرض قاضی توسعه باره بسش کنه
مون هم مچتا مسپورا مچتا مسپورا ایشالله با هم ریختم مسپورا با هم سپوری با هم ویدیو میکنیم حقیقتا سپوری نه که دل صاف داملا مولای باختری احسن با میگه دل صاف کنه دل خوب نمبره سگ نمبره دل صاف کنه بره گیجای قدم میده برای آشتی و برای سول برای گناه نه گناه رو پشونه و بخشنده مهربان خدا بخشنده مهربان نیکو با چه منو میبخشم دیگری مونا نکنی خیلی برادر کم نورولیکا زیادی باشید همه تا دوست میدارم همه تا دوست میدارم ما فهمیده من بلوگرم بلو نیستم با احمد جان نه که با آدم بسود سر به سر نشد یکی با عطیت نتی که با سر به سر من بسودم فقط با یکی گپای باید میکنم ان شاء الله آینده های زور داری تو احمد جان آینده زور داری نه که دل صاف که گمونی نک گمونی بد نک همه وقت گیجای قدم که موندی برای صلح برای دوستی برای آبادی برای پیشروی برای جوانورا برای راست اینمی مقصد همی ما برام رازبور کنم ما برام خیلی کنم نکو من نقص ببینم ترم دوست میدارم کمیتر خوب نیست های باباتون یکم لایو چت نمیمونه بلوگر ما بلوگر گپ میزنم زنده و سربلند باشه خواهم گفتم همه تا نقص میبینم کدمت حقارت هم میکنه نقص میبینم کدمت چیز میکنه نقص میبینم باید برادر نویساده که هوای هم نقص میبینی ما با عصب مورا شب بعد سوالی چیزا جواب بده گفته که هوای هم نقص میبینه همون هم نقص میبینم بعد ویدیو میکنم زنده و سربلند باشه با شما بود بابای بلوگر حاجی محمد بچه حاجی دودر جان پدری بابا جان بابی احمد جان زنده و سربلند باشین دوست باشه همین گمونی نکنه پیشروی کنه توجی که بلند برداریم اوروشا مادرو را کدومه که همین ویاکو تاج مسلم خیلی یاردم کیسه خشو کیسه همتون همین در خدمت باشید در خدمت دوری خدمت کنید زنده و سربلند باشید یک چیز رو فراموش کردم برادرانی قندم آیدی گناهی باباجان 88 چی گناه کرد وای چی گناه کرد ایرا وقتی که رازبار شد دوملو عبدالوهاب خیلی پراموی چی میگن سه کاسه چهار کاسه وای میکنن کو یوتیوب دا پرفتن رازبار شد بعدم که گرفتن رازبار کردن همی باباجان 88 ای همونجا فهمیدم ما همونجا فهمیدم که پولی مچیتن پول اومده جمع شده چند نمیدونم چند قاکل جمع شده چند میلیون جمع شده ای هم پولی مچیت گرفته ای باباجان گرفته ابرود داده گفته که همین پول مثلا چند میلیون رو میگیرم ابرود میتونم همین میلیون مثلا 500 تا دیگه چند تا دیگه میشه 1 میلیون دیگه چند تا دیگه زیاد میشه همین پولی همین با مچیت صرف میکنم باباجان حاجی باباجان همین فکر با فکر من همین فکر خطی و گرفته و نزدیده که بگیره بره و یک دیگه و یکم کاری دیگه کنه یکم وای کنه ای همو گرفته البته یکم ساختمان کرده یکم وای ساخته گفته که همین زیاد نشه در چی مچی خیلی سخاوتمندی باباجون خودتون میدونین اونجا خودتون دیده ایسین چی خیلی دیدین همین کار کرده همین گناه آخه شما ای بابات بپرسه همین دوری ما یاشی بدیم کو همین باور که مسلمانی نبود باور میکنه در کجا بود مسلمانی و قصاص نبودن یدا همین بعضی آدما میرفتن میخوندن بعضی بجای میخوندن میبرومدن همه گویا که رنگی که همه نماز نمیخون همه جمعه نمیرفت همه نماز میخون مسلمانی سستر بود خیلی بود آخی من بگم جواب میتون یه جمعه خونی همین چی بعدی نمی چی برومد جمعه خونی و مثلا همه خیلی دیگه تو فلان رفتن و دیگه من مسجد 5 وقته ده نیست جمعه خونده همه پرای میدونم فقط جمعه میخونن دیگه نماز خیلی پرستوی نمیخونن بخشش نمازی خیلی 5 وقته برای همین مسجد خدمت این هم مسجد تا 2 سال پیشه هم پولی مسجد میگفتن قرض میدادن هم پولی مسجد میگفتن قرض میدادن میرفتن یکم کارو برو میکنن با پولی مسجد میوردن میدادن فهمیدی این مسجد خدمت ما بینم گردنی بلند گام میزنم اوخی همین کارایی که شما گفتین داملای عزیز کو بسیاری خلق نمیدونن با ما هم گفتن که پولی مسجد درست نیست ای پولی ماشین نگیرین کجا میدونم یک کس قرضدار میشه یک پولی زالمی میرفت ای پولی ماشین میگیریم میبود کارشو بود میکرد بابا جان خطاگیش هم خیلی نفهمیده چی کار میکنین شما نفهمیده پولا میگه واسنوید میکنم
در حجای در کار بره در چی پلا واسنه میکنه میگم این نمیخواد گناه کرده همین گناه نو بخشیدنیه با شما همین آدم کافر میشه که صحبان شده همین خیلی کافر میشه همین آدم خیلی پلا گرفته گفتن که درست نیست بوده مونده جوش کار وای کیسه شما یک گمانی نکنه این که حقارت میکنه حقارت بختون میره و حقارت نکنه برادرونه کاندون گناه بابا جون یک اینمیه وقتی که همین دشمنی میکنی که با یه آدم دشمنی میکنی میره هم سگش رفته ایسه میگه که اس دو سگیت کجلای و با میگه چی خیلی باشه دو سگ باید راست باید باشه دو سگ راست باید باشه کجلا نباشه گپ میوان گپ میزنه خیلی همو گرفته بیزنس کرده با گردون دو همین خیلی خیلی اچو تا میسپره خیلی که نمیخوی شما نخود دیگه که حقارت قد دشمن و قد کیم چی میگن اخی ای بای بخدای شما دیگه کار نداره هم ماشی تا مسپورا موز هداش نکنه اون مسپورا و میرو اچو چمتیا بوینم که ویدیو میکنیم که این اچو دو یا ندو بمبم میگم که حقیقتا گوجگر نبوده حقیقتا دیگه خیلی آدم بوده پلا دودی خای الله اکبر تام بخدا بسپورش بروا اینم خا گناه کرده زنده و سربلند باشیم بیا دوستی باز هم میگم فقط دوستی و برادری همدیگرمون پس نزنیم همدیگرمون دستگیری کنیم دشمن نتروشیم همدیگرمون چی دشمن میتروشیم دشمن نتروشیم همون با کی دشمنی کرده هم با کی عطوه داده هم با کی وای کرده صبر میگم مرا نمیمونه گپ زنی نمیمونه گپ زنی اینا گپ شنگی روز ویدیو کردم سرم وایروم شی سری بلاگر وایروم شی زنده و سربلند باشین برادران قندم بیا یا وقتی خوش قتی زندگی کنه و کی گناه نداره کی گناه نداره بگو کی گناه نداره کی گناه نداره هم دعوت حضرت عیسی ده دعوت کلام پیغمبر یک آدم موندن در موبایل هم سانسورش کن تا بسن با اسلام که چو کرده گفتم گناه کرده شما دا گفته این امد خیلی قک نمیدونم شما ملو میدونم گفته که کدومه کی همین گناه نکرده دامش همون سانگ بزنه کی همین سانسور بگو نمیدونم که خیلی دا خیلی میزنه ایش پارت سانگ برفته اوش پارت برفته او سانگ پارت برفته هیچ کنا مونده هم گناهگار مونده هیچ کدیا و هممون گناه کردگیم که هممون گناه کردگیم کی آخر فرشته ملائکه نیست ما و شما گناه کردیم توبه میکنیم تمام دوستی کنیم برادری کنیم قدری توجیه که قدری ملت پس نکنیم با شما بود باز هم تکرار شد بابای بلاگر حاجی محمد لایک بمونید